تصنیف زمن‌نگارم از درویش خان. غلام حسین درویش در سال 1251 خورشیدی در طالقان بخش زیدشت متولد شد. او به واسطه اینکه پدرش ستار می‌نواخت و اهل موسیقی بود به شعبه موزیک نظام در دارالفنون فرستاده شد. زیر نظر موسیقی عمر تعالیم موسیقی رو دید، خط موسیقی رو یاد گرفت و شیپور و طبل کوچک نواخت. او وارد دسته موزیکی شد که نامش ملیجک بود و درباره عزیزالسلطان کار میکرد. درویش خان در اون ارکستر طبل کوچک می‌نواخت. بعدها به دربار کامران میرزا هم رفت آمد داشت و چون در اون دوره دو نوع هنرمند میتونیم بگیم وجود داشت، یک سری هنرمندان که بیشتر برای جشن و سرور مردم فعالیت میکردند و موسیقی به نوعی عامه پسند رو اجرا میکردند و یک سری هنرمندان بودن که موسیقی ردیف و موسیقی ردیفی رو بهش پایبند بودن و نوازندگان درجه یک بودن که به دربار شاهان میرفتن و در اونجا به هنرنمایی میپرداختن و درویش به واسطه این مراودات تونست با آقا حسین قلی آشنا بشه و بعد به محضر او رفت و تار و ستار رو فرا گرفت. همچنین بعدها از وجود میرزا عبدالله برادر بزرگ آقا حسین قلی هم استفاده کرد. وقتی در تار و ستار مهارت خوبی پیدا کرده بود، شاه السلطنه پسر مظفرالدین شاه والی فارس او رو به شیراز برد با خودش و زمره نوازندگان دربار او قرار گرفت که همونجا هم ازدواج کرد درویش و صاحب یک دختر به نام قمر شد. با توجه به اینکه مستمری که از شاه السلطنه میگرفت کافی نبود، دعوت افراد دیگه و شاهزادگان دیگر رو میپذیرفت و در مراسم اونها هم شرکت میکرد و هنرنمایی میکرد که این مایه غضب شاه السلطنه شد تا اینکه دستور داد در انگشتان دست او رو قطع کنند و بعد کمال السلطنه در این بین پادرمیونی کرد. کمال السلطنه پدر ابوالحسن سباست و باعث شد که درویش بتونه برگرده به تهران. باز این ماجرا که گذشت، چندی بعد شاه السلطنه سراغ درویش رو گرفت. درویش سرباز زد برای رفتن به شیراز و به خدمت در آمدن به شاه السلطنه، چون درویش به نوعی آزادی خواه هم بود و همین باعث شد که مجبور بشه به سفارت بریتانیا پناه ببره. از طریق سرایدار سفارت که دوست درویش بود، او با سفیر آشنا شد و یه روز تونست هنرنمایی خودش رو انجام بده در سفارت. حتی با خانم سفیر که پیانو مینواخت همراهی کرد، سری قطعات غربی هم نواخت و همین باعث شد که نامه از طرف سفارت انگلیس به شاه السلطنه داده بشه که دست از سر درویش برداره. درویش خان رئیس ارکستر اخوان الصفا موقعی که انجمن اخوت تأسیس شد گردید و کنسرت‌های زیادی رو که بیشتر درآمدشون صرف امور خیریه میشد انجام داد. 2 سفر به خارج از ایران داشته، یکی به لندن و یکی به تفلیس. لندن از راه روسیه رفتن. در سفر اول با همایون شهردار و طاهرزاده رضا قلی خان و هنگافرین باقرخان رامشگر و اسدالله خان و اکبرخان فروتی به لندن رفتن. در سفر دوم همراه با باقرخان و طاهرزاده
و اقبال سلطان و دوامی که این سفر به تفلیس صورت گرفت و مقارن بود با جنگ جهانی اول و اینها موفق شدن تنها 2 صفحه به ایران برگردونن. درویش خان اولین کلاس آکادمیک موسیقی ایرانی رو میتونیم بگیم در ایران تأسیس کرد با مجوز رسمی از وزارت مستظرفه اون دوره و در این کلاس به خانوم ها هم درس میداد و این مسئله قابل توجهی هست. از جمله شاگردان خانوم کلاس درویش هم میتونیم به خواهرش یاد کنیم. خلیفه کلاس مرتضی نیداود بود که موفق به دریافت تبرزین طلا شد. همچنین کلونل وزیری هم موفق به دریافت تبرزین طلای درویش شد. موسی معروفی همچنین. حسین سنجری و یحیی زرپنجه و سعید هرمزی و ابوالحسن صبا هم از شاگردان به نام او در این کلاس ها بودند. نهایتاً در سال 1305 از منیریه تهران که به سمت شمال در حرکت بود با یک درشکه با خودروی تصادف میکنن و درویش بعد از 5 روز که در بیمارستان نظمیه تهران بستری میشه دار فانی رو ودا میگه. شعر این تصنیف از ملک الشعرای بهار هست. در ماهور فا اجرا میکنیم. ماهور فا در قدیم بیشتر به جای دو فا، دوی که امروز بیشتر با اون کوک می نوازیم ماهور فا رو، دو سل دو فا کوک شده، شبیه به کوک شور سل در ردیف میرزا عبدالله که میرزا حسین قلی یک صفحه‌ای در همین ماهور اجرا کرده، صفحه عراق ماهورش. این آهنگ در 6/8 هست. دور دو سی سی لا لا سول فا سول لا رو لا تیری میدیم، راست چپ از لا به سی بمول، سول لا سول فا می فا سول لا سی، یک میاد روی سی، دور دو سی سی لا سی لا سول فا سول لا سول فا دور دو سی سی لا سی دو فا سول لا سی دو سی لا سول فا که سول و فا از سیم زرد اومدن. دوباره جمله قبل تکرار میشه. دور دو سی سی لا سی لا سول فا سول لا سول فا دو فا می فا سول لا سول فا می ره دو ره می فا سول. جمله ترجمه دور دو سی سی لا لا سول فا سول لا سول فا. بریم به گوشه دلکش که ما رو به سمت فضای شور میبره. در خود ماهور که سی بمول داریم، اما در این قسمت لاکورون هم خواهد بود به اضافه رکورون و می بمول در پایین. فا سی لا سی دو ره دو سی دو ره می می رم ره دو ره دو سی لا سول چپ راست 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 فا سی لا سی دو ره دو سی دو ره می می رم ره دو دو فا ره می فا می می ره دو دو. اینجا هم میتونیم به صورت راشب یا که همراه با اشاره هست میف میف رف رف دوم دو، یا اینکه به صورت سینمال یعنی ریز بگیریم و اینجا کنده‌کاری از می صورت بدیم تا سمت دو بریم، یا اینکه میتونیم با تریل تحریر نشیب رو اجرا کنیم، یعنی دو فا ره می فا می می رف دو دو می فا رفا رفا دو می دو می دو. بعدش ره می می ره دو که اینجا
ر می می ر دو دو. اینطوری هم میتونیم اجرا کنیم. ر می می ر دو، یعنی تک به 4. ر از با انگشت سوم میکنیمش، بعد با انگشت دوم دو رو میکنیم، بعد انگشت سوم دو رو میکنیم. یا ساده ترش میتونیم بگیم ر می می رم رم دوم دور دو. بعدش جمله ترجیبند دور دو سی سی لا سول فا سول لا سول فا می فا می فا سول لا سی دور دو سی سی لا لا سول فا سول لا سول فا می فا. دفعه بعد دلکش با کمی تغییر اجرا میشه. فا سی لا سی دو ر دو سی دو ر می فی رم ر ر دو سی دو ر می می رم ر دو دو فا ر می فا فا می ر. اینجا یک ریز از فا شروع میکنه و ما رو به سمت دو میبره. فا می ر فا می ر ر می می ر دور دو. دوباره جملات قبلی تکرار میشن. این قطعه رو با سرعت 60 اجرا میکنیم. ز من نگارم حبیبم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود حبیب من، دل من از من حبیبم خبر ندارد. کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد. فغان از این عشق عزیز من ای امان از این عشق، فغان از این عشق عزیز من ای امان از این عشق، که غیر خون جگر ندارد. همه سیاهی حبیبم همه تباهی، مگر شب ما